نیست. کتابی است که خداوند نوشته و وسیله خیلی ها و طول زمانش هم خیلی زیاد بوده. امروز میخوام یه جایی رو با شما در کتاب مقدس در میون بگذارم که خیلی در زندگی من حداقل تأثیر گذاشته و اون هم مزمور 119 کتاب مزامیر هست. کتاب مزامیر تقریبا وسط هر کتاب مقدسی قرار داره و خیلی راحت پیدا کردنش و در اینجا از مزامیری هستش که داوود پادشاه اون رو نوشته. یکی از چیزهایی که ما میدونیم در مورد داوود پادشاه این بوده که در زمانی که داوود پادشاه این مزامیر رو به رشته تحریر در آورد، همه این کتاب مقدس در دستش نبود. داوود احتمالاً فقط 7 کتاب از کتاب مقدس رو داشت و اونها هم چند صد سال قبل از داوود نوشته شده بود. بریم نگاه بکنیم ببینیم که در کلام داوود چه میگه در مورد کلام خداوند و دستوراتش و شریعتش. مزمور 119 از آیه 97 تا 105 من همینجور میخونم و توضیح میدم. شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم. تمامی روز تفکر من است. اوامر تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر ساخته است، زیرا که همیشه نزد من میباشد. چقدر زیباست. شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم. داوود عاشق کلام خداوند بود. تمامی روز تفکر من است. این داوود پادشاه است. داوود پادشاهی که هر روز هزاران کار داشته که باید انجام میداده، ولی اجازه نمیده که کارهای روزمره جلوی خوندن کتاب مقدس و یاد گرفتنش ازش بگیره. میگه تمامی روز درش تفکر میکنم. اوامر تو مرا از دشمنانم حکیمتر ساخته است، زیرا که همیشه نزد من میباشد. من واقعا خیلی دوست دارم این آیه رو، چرا که میگه دستورات تو، احکام تو منو از دشمنانم حکیمتر کرده، زیرا که همیشه نزد من میباشد. به نوعی یاد گرفته بوده که به خاطر بسپاره کلام خداوند و داوود و بدون همیشه این کلام رو در کنارش داشته باشه. و آیه 99 از اون هم جالبتر میشه، میگه از جمیع معلمان خود فهیمتر شدم، زیرا که شهادات تو تفکر من است. داوود حتی میاد میگه که چون کلام تو رو میخونم از معلمانم فهیمتر شدم، چرا که کلام خداوند بالاترین حکمت رو داره و بیشتر میتونه به ما یاد بده در مورد هر چیزی تو زندگیمون. پس کتاب مقدس میتونه یک معلم خیلی خوب برای ما باشه، نه تنها یک کتاب هست. از مشایخ خردمندتر شدم، زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم. میگه حتی از اونهایی که با تجربه تر از من هستن، سنشون از من بالاتر هستش، به عنوان یک انسان جوان از اونها من عاقل‌تر هستم، خردمندتر هستم، چرا که وصایای تو، وصیت‌هایی که تو در کلامت کردی به من رو نگاه می‌دارم. پاهای خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آنکه کلام تو را حفظ کنم. خیلی زیباست. خیلی قشنگ توضیح میده به ما. از داوری های تو رو بر نگردانیم، زیرا که تو مرا تعلیم دادی. از داوری های تو رو بر نگردانیدم، زیرا که تو مرا تعلیم دادی. خداوند با همون چند کتاب اول کتاب مقدس به داوود درس های بسیاری رو داد. کلام تو به مذاق من چه شیرین است، به دهانم از عسل شیرین تر. پس کلام خداوند از عسل هم شیرین تر هست. از وصایای تو فطانت را تحصیل کردم، بنابراین هر راه دروغ را مکروه می دارم. پس کلام خداوند اجازه میده که در زندگیمون خیلی چیزها رو یاد بگیریم. و آیه 105 که آخرین آیه است میخوام براتون بخونم، خیلی قشنگ توضیح میده. میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. کلام خداوند چراغ پاهای ماست و نور راههای ماست. کلام خداوند انقدر اهمیت داره که میتونه با اهمیت ترین مسئله و موضوع در زندگی ما باشه.
پس خیلی ها وقتی میان میگن که ما دعا میکنیم یا میبینیم شخصی خیلی دعا میکنه، آدمی هست رو به خدا هست، اگر ازشون سوال بکنین از همون بهمون جواب خواهند داد که من دعا میکنم تا خداوند این کار رو بکنه، من دعا میکنم تا خداوند این مسئله رو برای فلان شخص حتی انجام بده. ولی امروز من میخوام یه چیزی رو بگم که فکر میکنم اهمیتش بالاتر باشه در دعاهامون. اینکه یک بارم از خداوند بخوایم که چیزی رو به ما بگه، تعلیمی به ما بده، به جای اینکه بخوایم چیزی خداوند برای ما بکنه، کاری رو برای ما انجام بده، اجازه بدیم که خداوند چیزی، موضوعی رو، مطلبی رو از طریق کلام خودش به ما بگه تا به ما تعلیمی رو بده. پس اینجایی که خوندیم در مورد داوود میتونه اهمیت احکام خداوند رو به ما یاد بده و همچنین ما میخوایم تو درس‌های آینده به شما یاد بدیم که چجوری کلام رو بخونید، چجوری در مورد کلام با همدیگه صحبت بکنید و کلاس‌هایی داشته باشید با همدیگه، چون که اگر اون پایه ها رو بدونید، اون تکنیک ها رو بدونید و اجازه بدید که روح القدس درتون کار بکنه، همونجوری که خداوند به داوود تعلیم داد به شما هم میتونه تعلیم بده. هیچ فرقی بین شما و داوود وجود نداره. همون روح القدس میتونه به شما هم تعلیم بده که از دشمنانتون حکیم‌تر باشید،